سلام، به چنل سفرنما خوش اومدین. امروز میخوایم با هم بریم به کشوری پر از آرامش با مردمی مهربان و خنده‌رو در جنوب شرقی آسیا که با جزایر زیبا و معبدهای بودایی و بازارهای سنتی و مدرن، ماساژهای معروف و همچنین تفریحات شبانه‌ای که داره به شهرت رسیده. اینجا تایلند سرزمین لبخند هاست. تایلند کشوری بزرگ با جاذبه‌های فراوانه. اگه قصد داشتید با یک بار سفر کردن این کشور رو بگردین، باید 2 هفته زمان بذارین. برای همین کسایی که به اینجا میان 9 روز رو حتما میمونن. البته بستگی داره نیت شما برای سفر به اینجا چی بوده باشه. یک سری برای دیدن جزایر و معابد به این کشور میان. یه سری هم برای تفریحات شبانه میان. شاید باورتون نشه، اما یه سری هم برای امتحان کردن غذاها به این کشور میان. برای اینکه به این کشور بیاین باید ویزا بگیرین و گرفتن ویزای تایلند دردسر آنچنانی نداره. تایلند کشوری در شبه جزیره هند و چینه، واقع در جنوب شرقی آسیاست که از غرب و شمال غرب با میانمار، از شرق و شمال شرق با لاوس و از جنوب شرق با کامبوج و از سمت جنوب با مالزی مرز مشترک داره. تایلند رو اگه بخوایم مقایسه کنیم تقریباً 1/3 ایرانه. این کشور تأسیسش به قرن 13 میلادی برمیگرده. در طول این سالها با جنگ‌های زیادی که داشتن و با زیبایی‌ها و جاذبه‌هایی که داره روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیره. حتی تو سالهای اخیر تونسته به یکی از مراکز گردشگری و اقتصادی تبدیل بشه. تایلند حدود 72 میلیون نفر جمعیت داره. 11 میلیون از این جمعیت در بانکوک زندگی میکنن. بانکوک پایتخت تایلنده و همچنین معروفترین شهر این کشوره و جزء شهرهای ساحلی هستش. اقتصاد تایلند از شهر بانکوک هستش. واحد پول رسمی این کشور باته. میانگین درآمد ماهیانه در تایلند در حدود $450 و بانکوک در حدود $650. بغل کردن راهبان بودایی در معابد کشور تایلند ممنوعه و راهبان بودایی در تایلند با خانوم‌ها دست نمیدن و معمولاً تو اتوبوس‌ها کنار زن‌ها نمیشینن و لمس کردن سر تایلندی‌ها توی این کشور ممنوعه. این کار رو حتی با کودکان هم نباید انجام بدین، چون قبول دارن که سر محترم‌ترین قسمت بدنه. تایلند بیشتر از 1400 جزیره تو قلمرو خودش داره و پوکت بزرگترین جزیره اون هستش. تایلند بزرگترین مجسمه طلایی بودا رو داره. وقتی به تایلند سفر کردیم چی میتونیم بخوریم؟ تایلند فرهنگ غذایی متنوعی داره. مردم تایلند اهل غذاهای سبک، معطر و تند هستن. برنج اصلی ترین ماده غذایی این کشوره و به روش‌های مختلف پخته میشه. اکثر غذاها دریایی هستن. تو این کشور هر چرنده و خزنده‌ای تبدیل به غذا میشه. حتی از سوسک و موش هم غذا درست میکنن. اما غذای لذیذ و معروف هم زیاد دارن. تایلند میوه‌های خاص و کمیاب نیز زیاد داره و قیمت مناسبی هم دارن. حتما میوه‌های خاصش رو امتحان کنین. اگه میخواین هزینه خورد و خوراک شما پایین باشه و طعم ویژه غذاهای تایلندی رو امتحان کنین، باید به غذاخوری‌های کنار خیابون برین. قیمت خیلی ارزونی هم دارن. برای اینکه طرفدار غذا زیاده در خیابون‌ها و برای اینکه مشتری رو بکشن سمت خودشون، خانم‌ها لباس‌های باز و جذابی میپوشن و کاملا یه چیز عادیه و تو خیابون به راحتی میتونین ببینین و از نظر مردم بومی لباس پوشیدن خانم‌ها چیز غیر عادی نیست. تو این کشور مهم نیست با گروه اومده باشین یا تنهایی. در هر صورت امنیت کاملی دارین. به طور کلی تایلند برای توریست‌ها امن‌ترین کشور در جنوب شرقی آسیاست. اما یه سری از نکات رو باید رعایت کنین تا سفر امنی داشته باشین. توی تایلند تصادف با موتور برای توریست‌ها زیاده. جیببرها و دزدها در مکان‌های شلوغ منتظر شما. حتی تو قسمت‌هایی از تایلند اخاذها با لباس پلیس از توریست‌ها اخاذی می‌کنن. حتی از ماساژهای این کشور حتما استفاده کنین و یه سر بزنین. اونقدر سالن ماساژ تو اینجا زیاده که تعدادش از سوپرمارکت‌های ما هم بیشتره. زبان رسمی این کشور تایی هستش و اکثر مردم این کشور به این زبان صحبت میکنن. با قدم زدن تو این کشور متوجه میشین که این کشور انسان‌های مهربون و خوشبرخوردی داره. مثلا اگه موقع خرید
پول بیشتری پرداخت کنین به اشتباه، مطمئن باشین که پول رو برمیگردونن. فرهنگ تایلندی عمیقاً تحت تاثیر دین قرار داره. دین حدوداً 95% مردم این کشور بوداییه. گردشگری جنسی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پایه اقتصاد این کشور محسوب میشه. تایلند از جمله کشورهای فعال در زمینه گردشگری جنسیه، به طوری که مسافرها برای انجام رابطه جنسی از آزادی کاملی برخوردارن. تایلند شهرها و مناطق مختلفی رو برای انجام این کار در نظر گرفته و اسمهای مختلفی برای اونها گذاشته. یکی از شهرهای معروف و توریستی کشور تایلند در سواحل شرقی این کشور قرار داره. شهر پاتایاست. در این شهر کاباره‌ها و مکان‌های تفریحی شبانه زیادی وجود داره. پاتایا تورهای گردشگری متنوعی داره. هر جوری که دوست دارین میتونین ازش استفاده کنین. یکی از معروف‌ترین تفریح‌های این کشور پارتی‌هایی که کنار ساحل برگزار میکنن. تو این پارتی‌ها مشروبات زیادی استفاده میشه. معمولاً آدما برای اولین بار توی این پارتی‌ها با هم آشنا میشن. کشور تایلند آب و هوای گرمسیری داره. بهترین زمان سفر به تایلند فصل سرد سال، یعنی اواسط آبان ماه تا اواسط اسفند ماهه که هوا تو این ماها تقریبا خشک و مطبوعه و دما به ندرت به 35 درجه میرسه. تایلند بکرترین سواحل رو داره. پوکت همون جای بی‌نظیریه که برای تمام عمر برای آرامش و استراحت به اون احتیاج داریم. پوکت رو با نام مرواریدی دریای آندامان میشناسن. بازارهای تایلند خیلی قیمت‌های مناسبی داره که غیر ممکنه کسی دست خالی برگرده. یکی از باحال‌ترین جای دیدنی این کشور بازار شناور تایلنده. تو نزدیکی بانکوک چندین بازار شناور وجود داره. برای دیدن این بازار باید صبح زود بیدار شین و با کرایه کردن قایق خودتون رو به اونجا برسونین. به طور خلاصه تایلند با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش کشور بزرگیه. چیزایی که توی این کشور به دست میارین کاملا به خودتون بستگی داره. یا در پی آرامش در جزیره‌های شگفت انگیز یا با ورود به پارتی‌های شبانه این کشور به دنبال هیجان و لذت‌هایی میرین که به عمرتون تجربه نکردین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.